بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. الله رو سپاسگزاریم از اینکه این فرصت بار دیگر در اختیار ما و همکاران بنده قرار گرفت تا عرض سلام و ادب و احترامی داشته باشیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستید نعمت‌های الله تعالی پیوسته نصیب شما باشه و کانون پرمهر خانواده فضاش در سرمایی که داره کم کم شروع میشه گرمتر و گرمتر و گرمتر بشه. الله رو شاکریم به خاطر تمام نعمتهاش. الله رو شاکریم به خاطر اون نعمتهایی که خیلی وقتها قدرش رو نمیدونیم و نمیتونیم ازش درست استفاده بکنیم. از قدیم گفتن قدر نعمت رو انسان وقتی میدونه که اون نعمت رو از دست بده، اما وقتی که از دست داد دیگه چه سودی داره بخواد قدرش رو هم بدونه، چون دیگه نمیتونه ازش استفاده بکنه و نمیتونه از فضایلش بهره مند بشه. نعمت زبان چند برنامه‌ایه که داریم درباره این نعمت و استفاده نادرست از اون صحبت میکنیم با شما عزیزان. همون نعمتی که اگر درست استفاده شد عبادت‌هایی رو برای ما به همراه میاره که سبب خروج ما از دوزخ و دخول ما به بهشت خواهد شد، و در صورت عدم استفاده صحیح خدای نکرده کوههایی از گناه رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. خیلی وقتها وقتی که شخص مقابل درباره ما صحبتی میکنه و حرفی میزنه و تهمتی رو به ما نسبت میده و به ناحق چیزی رو به ما نسبت میده، گناهی رو نسبت میده، کرده‌ای رو نسبت میده که روح ما هم از اون بیخبره، خیلی برای ما سنگین تمام میشه این حرکت و تحملش برای ما مشکله و نمیتونیم بپذیریم. اما متاسفانه با اینکه خود ما تحمل این لفظ، تحمل این صفت، تحمل این افترا و تهمت برامون مشکله، چه بسا که خیلی وقتها خود ما هم داریم همین کار رو دوره تکرار میکنیم برای دیگران، در محافلمون، در مجالسمون، در نشست هامون مشغولیم به صحبت و زبونمون داره میچرخه. مالیات هم که پرداخت نمی کنیم به خاطر صحبت کردم، کنتور هم که نمیندازه که آخر ما پول بدیم به خاطر تعداد حرکت هایی که کرده زبانمون، و داریم صحبت میکنیم، داریم با این صحبت های خودمون خیلی وقتها بنیان خانواده رو از هم میپاشونیم. یک کانون گرمی رو که جمعی از دوستان کنار هم جمع شدن داریم از بین میبریم. تلاش چند ساله یک نفر رو با یک کلمه، با یک جمله، با یک صحبت برباد میدیم. چه دشمنی ها که آغاز نمیشه، چه فاصله ها که ایجاد نمیشه و چه مصیبت ها که به بار نمیاد به خاطر اینکه ما بعضی وقتا نسنجیده حرف هایی رو به زبان میاریم و با اون دیگران رو متهم میکنیم. تهمت زدن یکی دیگر از بیماری های زبانه که باید به فکر علاجش باشیم و دوست داریم انشاءالله در این برنامه در این موضوع و راه های علاجش و ریشیابی این بیماری و تصویر اون در قرآن و سنت و عوارضی که به جای خواهد گذاشت و ضررهایی که متوجه ما و جامعه میکنیم با کارشناسان محترم برنامه صحبت بکنیم. الله رو شاکریم از اینکه در داخل استودیو باز این فرصت در خدمت ما حاصل شد و اینکه ما خدمتگزار یکی دیگر از مهمانان عزیز برنامه باشیم، حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز که دیر وقتی است در سفره دل شاهد حضور ایشون نبودیم و هرچند که در برنامه قلب آسیا به صورت هفتگی حضرت مولانا تشریف دارن، اما در سفره دل من این گله رو اینجا جوری دوربین از ایشون بکنم که قول بگیرم برای برنامه‌های بعدی کمتر فرصت پیدا کردن، مشغله زیاد دارن ماشاءالله میدونیم، اما من پیش دستی میکنم و حالا برای اینکه انشاءالله در فرصت‌های آتی هم میدونم شما عزیزان هم بسیار مشتاق هستید به صحبت‌های این بزرگوار،
قبل از اینکه سلام بکنم قول بگیرم برای برنامه‌های بعدی، بعد انشاءالله سلام و همچنین عرض ادب خودم رو و به نمایندگی شما عزیزان تقدیم میکنم خدمت حضرت مولانا مجیب الرحمن انصاری. جناب مولانا خوش آمد. تشکر. من هم خدمت شما جناب حضرت شیخ سلیمانی عزیز و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و قبل از اینکه به صحبت شروع بشه این اشاره میکنم که اگر در سفره دل کمتر میام، قلب و دل از هم زیاد فاصله نداره و میشه که بگیم که یک چیز هست، وقتی در قلب باشم یقینا در دلم خواهد بودم. حالا این جناب مولانا درست فرموده شما بدون شک و میدونیم که همیشه محبت های شما نسبت به کل برنامه‌های کانال بوده، ولی انشاءالله ما دوست داریم که بیشتر انشاءالله شاید جزو شما در این برنامه باشیم تا استفاده بکنیم از محضر شما در موضوعات سفره دلی. حالا موضوعات اونجا شاید گهگداری سیاسی بشه و گهگداری موضوعات داغ‌تر بشه، اما دوست داریم در یک فضای آرام به خودمون بپردازیم و به وضعیت خودمون. من در ابتدا تشکر میکنم بار دیگر از حضور شما و جناب مولانا. اگر بخوایم درباره تهمت صحبت بکنیم و این بیماری که متاسفانه خیلی از ماها به اون مبتلا هستیم و چه بسا خواص ما هم درگیریم، عوام که به جای خود، یعنی کسانی که ما حسن ظن داریم به اونها، خود ما، اطرافیان، دوستان، آشنایان، احیانا به این بیماری مبتلا میشیم. برای شناخت بیشتر از خود کلمه اگر شروع بکنیم، وقتی تهمت مطرح میشه، صحبت از تهمت و تهمت زدن، منظور ما از تهمت چی هست و تهمت اصلا خود تهمت یعنی چی؟ چه کلماتی، چه جملاتی، چه صحبت‌هایی در دایره تعریف تهمت داخل میشه؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم بأربعة شهداء. الآية. صدق الله العظيم. واقعا برنامه‌ای که امشب انتخاب شده و برنامه‌های گذشته سفره دل، من این برنامه میتونم به تعبیر امروزی که در قرآن از تزکیه صحبت شده و از احسان بحث شده و در تعبیر عرفا و بزرگا از خانقاه بحث میشه، میتونیم بگیم که خانقای شبکه وصال حق برنامه سفره دل هست که واقعا انسان از همه موضوعاتی که چون طبعا دشمنا میخواهند که بعضی حرفها در دیگه برنامه ها گفته بشه، ولی این برنامه فقط یک ارتباط دهنده بین خالق و مخلوق هست که چگونه و به چی طریق انسان به الله سبحانه و تعالی برسه و از نعمتهای الله سبحانه و تعالی. پس واقعا این برنامه علاقمندان خاص خود داره، یعنی انسان هایی که در راه تزکیه کار میکنن، در راه احسان کار میکنن، در راه وصل شدن بندگان الله سبحانه و تعالی به الله سبحانه و تعالی کار میکنن، همه علاقمند این برنامه یقینا که خواهند بود. و هدف اصلی و کلی زندگی انسان هم همینه که الله سبحانه و تعالی اگر چشم داده، این چشم چگونه باید باز بشه و اگر زبانی داده چگونه باید تکلم کنه و اگر گوشی داده چگونه باید بشنوه. باید بندگان الله سبحانه و تعالی هدف از خلق شدن چشم و زبان و گوش و طریق استفاده کردن رو باید بدانن. که از او جمله موضوعی که امشب انتخاب شده مسئله تهمت یا بهتان که میگیم، بسیار مسئله مهمیه و بسیار مسئله حساس هست. مسئله که امروز جامعه ما شاید ایر شکل یک تفریح برای خود ساخته باشه، شاید ایر برای خود به اصطلاح امروزی یک ساتیری ساخته باشن که یک فرد مسلمان و برادر مسلمان خور از این طریق آزار بدن و اذیت بکنن و ساعتهای بری از اونها وقت خوشی تبدیل بشه. که در حقیقت انشالله در لابلای برنامه که ما باید یک سلام خاصی هم خدمت جناب استاد بزرگوار دکتر عمرای
عزیز حفظه الله داشته باشم که انشالله از ایشان هم کسب فیض میکنیم و استفاده میکنیم. خود تهمت و بهتان، وقتی که میگیم فلانی تهمت میزنه و فلانی تهمت زده شده و بهتان چنین پیامدها داره و بهتان چنین محکوم شده و بهتان چنین عواقبی داره و خود بهتان را که طوری که شما پرسان کردیم باید ما بفهمیم که چی معنا دارای چی مفهومی هست. نسبت به تهمت و بهتان و افترا و اینها اگرچه بعضی معناهای متعددی بیان کردن که به طور خلاصه و فشرده اینه که حرف زدن علیه شخص بدون سند. اگر ما مثلا خلاصه کنیم معنا و مفهوم اینه که عیب و نقصی که در شخص نباشه انسان او عیب و نقص برای یک شخص اطلاق بکنه. و به تعبیر واضح‌تر که بینندگان عزیز و اینها بیشتر متوجه بشن، چون در برنامه‌های گذشته پیرامون غیبت اشاره شده، غیبت اونه که پشت سر شخص در غیاب شخص حرف بزنه که او واقعیت داشته باشه. این غیبت هست. این حقیقتی که هست، یعنی عیبی یک مشکلی هست. این غیبت هست. ولی اگر عیبی نباشه و نقصی نباشه و شخص دارای چنین عملی که برای از او اطلاق میشه و نباشه، این علما و بزرگا و به تعبیر قرآن و احادیث این تهمت بیان شده که امروزه متاسفانه در جامعه ما از این قبیل حرف ها زیاد هست. به خاطری که تعریف بیشتر واضح تر بشه برمیگردیم به او حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که مضمون حدیث چنینه که شخصی آمد یا زنی آمد از محضر نبی کریم صلی الله علیه و سلم، سوال شرعی پرسان کرد و برگشت. و یکی از ازواج مطهرات که بیشتر میگن ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بودن، بعد وقتی که زن برگشت در حالتی قد این زن کوتاه بود، اشاره کردن که چقدر قد از این کوتاه بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم چون حرکت ازواج مطهرات و قول پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم همه دلالت بر ازی میکرد که امت در آینده تعلیم بگیره، الگو بودن، همه الگو بودن. بعد رسول معظم اسلام گفتن که ای عایشه غیبت نکن، تو غیبت کردی. گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت من غیبت نکردم، قد این کوتاه بود. گفتن اگر کوتاه نمی بود این جریان تهمت میشد. پس خلاصه اینه که حرف زدن علیه شخص یا مثلا یک خواهری که بیشتر مسئله تهمت در آیات که اشاره شده، یک زن با عزت و با عفت و پاک دامن، اور شخصی بی عزت و بی عفت و بالاخره اعمال زشت و ناروار به او نسبت دادن، ایر در حقیقت میگیم تهمت بدون هیچ سندی و بدون هیچ سند و بدون هیچ دلیل، حتی که نتانه از او حرف خود دلیلی بیاره و او ثابت بکنه. و حتی چیزی که در جامعه ما و شما عرفه که شخص میگیم چرا در فلانی تهمت زدی، میگه که من از فلان شخص شنیدم، حتی شنیده باشه، چون او سند نمیشه که من از فلان شخص شنیدم و فلان شخص از فلان شخص شنیده. در این قسمت چون مسند و مدارک و شواهدی در دست نداره، وقتی یک خواهر با عزت و با عفت و پاک دامن نسبت بد بده و برای از او عیب و نقص بگیره، ایر علما و بزرگا تهمت گفتن. اجازه بدید جناب مولانا ما صحبتونمون رو با جناب دکتر هم آغاز بکنیم در این موضوع. دوستان اگر جناب دکتر رو خط با ما هستن، جناب دکتر من عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت شما و صحبت ابتدایی شما رو با بینندگان عزیز میشنویم تا ان شاء الله موضوع رو با شما آغاز بکنیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سلیمانی عزیز و بزرگوارم و خدمت جناب حضرت مولانا صاحب که مرحمت نمودند و منت گذاشتند بر ما و امروز رو
سفره دل رو شرفیاب کردن و عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت تمامی دستاندرکاران شبکه جهانی وصال حق و همه بینندگان عزیز هر جای دنیا که هستید. انشاءالله همیشه شاد، کام و پیروز و موفق باشید و در پناه خداوند منان زندگی سرشار از ایمانی رو سپری کنید. در خدمت شما هست. خیلی ممنونم. جناب دکتر، حضرت مولانا درباره تهمت و معنا و به حال اصطلاح شرعی تعریفی رو بیان فرمودند. آیا در تعریف تهمت تفاوتی بین تهمت و افترا و بهتان یا افک هست یا نه همه این تعابیر بر یک معنا و مفهوم دلالت میکنه؟ بله، همونطوری که جناب حضرت مولانا در عرایض گوهربارشون اشاره داشتند، تهمت همون یعنی یه دروغی رو به کسی نسبت دادن، چیزی که در کسی نیست، عیبی که درش نیست، ما به دروغ بیاییم این عیب رو به اون شخص به اصطلاح بچسبونیم. در حقیقت ما اینجا در مقابل دو گناه قرار داریم. همونطور که حضرت مولانا اشاره کردن، یکی گناه غیبت هست که پشت سر کسی حرف زدیم، دومش اون حرفی که زدیم دروغ هست. پس دو گناه غیبت و دو گناه کبیره غیبت و دروغ رو در یک گناه طرف جمع کرده. واسه همینه که میگن که کسی که زیاد تهمت میزنه غالباً توفیق توبه ازش سلب میشه و حتی به اصطلاح این توفیق رو از جانب خدا کسب نمیکنه که از این گناه زشتش به اصطلاح توبه کنه. البته این نقطه هم شاید جای اشاره داشته باشه که همیشه تهمت هم به صورت گفتاری نیست که کسی بیاد به کسی یه تهمت، یه دروغی بچسبونه. احیانا میشه کسی با به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی که هست چیزی رو بنویسه و نشرش کنه یا یه تصویر مشبوهی رو از شخصی بگیره. شخصی در راهی در خیابون راه میره، طرف میاد از یک جایی منتظر هست تا این فرد کنار یه خانمی قرار بگیره، فوراً یک عکسی میگیره و اون عکس رو طوری به اصطلاح ارائه میده که انگار این دوتا با هم دارند حرکت میکنند، یک نوع تهمتی رو به شخصی بدون اینکه چیزی به زبان بیاره میگه. یا اینی که با عرض پوزش، یا اینی که مثلا بیاد یک وسیله ای رو دزدیده از کسی دیگه تو وسایل کسی دیگه بذاره، یک حالتی به وجود بیاره که مردم به این شخص بدبین بشن، بدگمان بشن، گمان بد ببرند و در حقیقت اون مجرم حقیقی اون کسی نیست که تهمت زده، اون در واقع نشخوار کرده اون چیزی رو که شخص دومی به اصطلاح اون فضا رو مهیا کرده. کسی اومد تو کیف شخصی کتاب کسی دیگر رو گذاشت، وسیله کسی دیگر رو گذاشت، این باعث میشه که به اصطلاح مردم بگن که فلانی دزدی کرده، فلانی چون این کاری کرده، موبایل فلان رو من بگیرم بدون اجازه بذارم تو جیب کسی دیگه، از موبایلش بگیرم به اصطلاح تلفن بزنم بدون اجازهش در وقتی که نیست، طرف رفته وضو بگیره من موبایلش رو بگیرم به یک خانومی زنگ بزنم و یک مشکلی به اصطلاح به وجود بیارم. همه اینها در دایره به اصطلاح تهمت وارد میشه. همونطور که حضرت مولانا اشاره کردن، غیبت اینه که شما پشت سر کسی حرفی رو بزنید که اون حرف درست باشه اما اون خوشش نمیاد که پشت سرش این حرف گفته باشه. همونطور که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن در تعریف غیبت، ذکرک اخاک بما یکره، در مورد برادرت، در مورد شخصی که به اصطلاح دومی شما حرفی بزنید که خوشش نمیاد. حالا این حرفی که شما میزنید درسته. بعضی‌ها گفتن که یا رسول الله اگر در اون دوست من، در اون برادر من این موردی که من دارم ذکر میکنم درست باشه چی؟ دوش باشه؟ فرمودند بله، اگر این مورد درست بود، توی اون فرد این عیب و این کوتاهی بود، این مورد که شما ذکرش میکنید بود، این غیبت هست. اگر نبود این یک گناهی دیگه است که اسمش هست بهتان. شما در واقع به اون طرف بهتان زدید، هم غیبت کردید هم یه دروغی رو پشت سرش بهش نسبت زدید. حالا اگر این دروغ
که مثلا به اون طرف مثلا نسبت داده میشه، همین بهتان به اصطلاح، اگر این بهتان جلوی روی طرف گفته بشه این رو بهش میگن افترا. افترا یعنی اون دروغی که به کسی به اصطلاح نسبت داده بشه، جلوی رویش خودش طرف میاد با جرأت میگه که آقا شما این کارو کردید، شما این حرف رو زدید به دروغ، این رو میگن افترا. اگر این افترا از روی قصد نباشه، طرف قصد خاصی نداشته، یعنی هدفش هدف به اصطلاح آزار رساندنی نیست، این افترا در عموم بهش میگن افترا. اما وقتی هست که این افترا از روی قصد هست، از روی اینی که آبروی طرف رو بردن، از روی اینی که طرف رو جلوی مردم خورد کردن، اگر هدف این باشه اونجا بهش میگن افک. افک همون بدترین به اصطلاح چهره افتراست و افترا هم یک چهره ننگی از بهتان هست و بهتان یک مرحله به اصطلاح هست که دروغ رو با تهمت با هم جمع کرده در یک گناه بزرگتر. خیلی ممنونم جناب دکتر. برمیگردم داخل استودیو در خدمت حضرت مولانا. جناب استاد، جناب دکتر یک تعریف به هر حال دقیق‌تری در بحث افترا و تهمت و افک ارائه فرمودن. خود کلمه تهمت رو اگر در کلام الله مجید بررسی بکنیم، در قرآن کریم تهمت به چه معانی استفاده شده؟ علاوه بر اون چیزی که اصطلاحی که رسول صلی الله علیه و سلم در تعبیر کلی تهمت فرمودند. قضیه تهمت اینقدر زشتیه، این عمل رو نشان میده که شما ببینیم خود دروغ که کذب هست در تعبیر قرآنی آمده که الله سبحانه و تعالی دروغگویان دوست نداره و مسئله زنا چقدر مسئله خطرناک و وخیم هست که از جمله گناهان کبیره در قرآن و در احادیث اشاره شده. و خلاصه مسئله حرام، خود حرام موضوعیه که انسان به جهنم نزدیک میکنه و وارد جهنم میگردانه انسان هایی که به حرام نزدیک میشن. به هر حال در قرآن عظیم الشان آیاتی که مثلا در سوره نور که ارتباط به جریان افک یا آیاتی که براءت ام المؤمنین عایشه صدیقه طیبه طاهره رضی الله عنها بیان میکنه، در اونجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که سبحانك هذا بهتان عظیم. این بهتان به معنای دروغ واضح و آشکارا بیان میشه که الله سبحانه و تعالی میگه که این یک دروغ واضح و آشکارا هست، یعنی دروغیه که هر انسان دقیق متوجه میشه به این دروغ. در حقیقت تهمت هم یک دروغ بسیار واضح و آشکارا. چون تعبیر قرآنی که آمده سبحانك هذا بهتان، این بهتان به معنای دروغ ترجمه میشه. و همچنین آیه دیگری که الله سبحانه تعالی در سوره ممتحنه بیان میکنه که اصل جریان اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که با زنها بیعت میکردن و بالاخره الله سبحانه تعالی بیان میکنه که زنها به چه شرایطی بیعت بکن و در اخیر اشاره میکنه که ولا یأتین ببهتان یفترینه، اینها نشه و نیاین به او حالتی که خدای نخواسته زنا کرده باشن که یفترینه و از اثر زنا یعنی طفلی که از زنا برداشتن او را بپوشانن و یا اینکه از مردی که طفل گرفته باشن او را اظهار نکنن. پس آیه مبارکه روی این موضوع اشاره میکنه که ولا یأتین ببهتان، یعنی در این تعبیر زنا به کار رفته که مفسرین اشاره میکنن. همچنین در سوره نساء این خودش هم جناب مولانا نمیتونیم برداشت بکنیم که نشانه زشتی تهمت هست که به معنای زنا هم استفاده میشه، به معنای دروغ استفاده میشه. حتی در سوره نساء به معنای حرام
بیان میشه که الله سبحانه و تعالی میفرماید که اتأخذونه بهتانا و اثم مبینا، آیا اینها دوچار حرام میشن یا حرامی میگیرن که مهریه زیاد دادن و پس میگیرن. اثما مبینا، که یک گناه واضح و آشکارا. پس در این آیه مبارکه بهتانن تعبیر به حرام میشه. در آیه قبل که اشاره شد ارتباط به زنا هست. آیات دیگری که در قرآن عظیم الشان داریم که زشتی این عمل را نشان میده که الله سبحانه وتعالی میفرماید ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کسانی که اتهام وارد میکنن برای زنهای پاک دامن که اونها غافلن، هیچ خبر ندارن و مؤمنن، در خانه خود آرام نشسته‌اند، از هیچ موضوعی واقف نیان، و این کسانی که میآیند برای از اینها تهمت میبندن و اینها را بی عزت و بی عفت میخوانند، در این آیه مبارک بسیار وعید شدید و سخت بیان شده. اشاره میکنه میگه لعنوا، اینها لعنت شدن. لعنت یعنی از رحمت پروردگار عالم اینها دور شدن. وقتی رحمت پروردگار دور بشه طبیعتا غضب پروردگار عالم بر او انسان ها سرازیر میشه. این لعنت در کجا هست؟ لعنوا فی الدنیا والآخره، در دنیا و آخرت. و همچنین باز هم سر این عذاب بیان میکنه که ولهم عذاب عظیم، برای از اینا عذاب بزرگیه که این انسان هایی که اصلا کل ببینیم شما دین مبین اسلام یک دینیه که اینها این تهمت چرا اینقدر شدید گفته شده، به ردیف مثلا بحث به معنای دروغ رفته، به معنای زنا رفته، به معنای حرام رفته، لعنو گفته شده، فقط به خاطر که آبروی مسلمان بسیار ارزشمند. شما ببینیم در آیه سوره نور در ابتدا الله سبحانه و تعالی بحث مسئله انسان‌هایی که دوچار زنا میشن او بیان میکنه که اگر دوچار زنا شدن جرم اینا چی هست. در اینجا مفسرین اشاره میکنن که بعد از آیه زنا آیه قذف اشاره میشه. به خاطر چی؟ تا جامعه چنین تعبیر نکنه که شخصی گرفتن و بالاخره مجرد بود، او چند شلاق زدن و متأهل بود، او رجم شد، حالا دیگه هر کس دست درازی کنه به آبروی هر انسان، به آبروی هر مردی، به آبروی هر زنی. در این قسمت الله سبحانه و تعالی پس متوجه میسازه که متوجه باشیم که اگر یک نفر در حکم شرعی سنگسار شد یا در حکم شرعی رجم شد و بالاخره تازیانه یا در خورد، متوجه باشیم که آبروی مسلمان خیلی مهمه. الله سبحانه و تعالی به تعقیب مسئله زنا بحث تهمت و جریان کسی که تهمت میزنه بیان میکنه. گویی جناب مولانا میفهمید که اول الله تعالی حکم زنا و این به هر حال گناه بزرگ رو مطرح میفرمایند که به هر حال اگر مجرد باشه 80 ضرب شلاق، اگر به هر حال متأهل باشه و اگر زنی به خانه شوهرش یا شوهری به خانمش اتهام زنا بزنه حکمش چی است. بعد چون احتمال وجود داره که برای اینکه این شیوع پیدا بکنه و هر کسی متهم بکنه شخص دیگری رو به زنا، الله تعالی آیات به هر حال تهمت و این درباره تهمت رو ذکر میکنن، به خاطر اینکه دستاویزی نشه برای کسانی که به هر دلیلی همینجوری به هر شنیده‌ای بیان و تهمت بزنن کسان دیگر رو در آبرو و اخلاق و ناموسشون متهم. همچنین در قرآن عظیم الشان در سوره احزاب الله سبحانه و تعالی وقتی که میبینیم اشاره میکنه که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، کسانی که اذیت میکنن خدا و پیامبر و بالاخره ادامه آیه الله سبحانه و تعالی میفرماید آیه بعدی والذین یؤذون المؤمنین، کسانی که اذیت میکنن مؤمنین را و المؤمنات و زنان مؤمنین را بغیر مکتسبوا، او کار اینها نکردن. یک مرد یا یک زن مثلا دروغ نگفته، شخص او متهم به دروغ گویی میکنه. غیبت نکرده، شخص او متهم به غیبت.
زنا نکرده شخص رو متهم به زنا، چم و فریب و حیله و بالاخره حتی بین جامعه در گوشه و کنار فلانی رشوت خور هست، اما یقین نمیفهمه اون متهم به رشوت، فلانی سودخوار هست، رباخوار هست. در این قسمت الله سبحانه و تعالی صورت گرفته می‌نازن گردن کسی. بله، الله سبحانه و تعالی در اینجا میفرماید بغیر مکتسبو، در حالی که اینا کار نکردن. حالا این شخصی که تهمت زده چی عواقب داره؟ فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، این در حقیقت حمل کردن، برداشتن یک دروغ بزرگی، یک تهمت بزرگی که این تهمت چیه؟ بهتانا و اثما مبینا، که گناهی واضح و آشکارا هست. پس در قرآن عظیم و شان تعبیراتی که بهتان به معنای دروغ و به معنای زنا و به معنای حرام و همچنین ویدایی که آمده مسئله لعنو که لعنت شدگان چی کسانی تهمت زنندگان هستند. چرا مولانا حقیقتا واقعا جای تأمل داره وقتی که انسان این تعابیر رو میبینه، لعنو فی الدنیا و الاخره، لعنت شدن. لعنت شدن از طرف الله تعالی در دنیا و آخرت واقعا نشان از عمق تأثیر منفی این به هر حال فعل شنی در مخاطبین داره که الله تعالی ما و شما و همه مسلمین رو نجات بده. اجازه بدید در خدمت جناب دکتر هم باشیم و از ایشون هم درباره همین موضوع بیشتر بشنویم. جناب دکتر، حضرت مولانا اشاره فرمودن به برخی از آیاتی که در این باب صحبت می‌فرمایند. دوست داریم بیشتر بشنویم درباره آیات کلام الله مجید از زبان شما هم در این موضوع. بله، همونطور که جناب حضرت مولانا اشاره داشتند، قرآن کریم روی این قضیه زیاد پافشاری کرده و قضیه رو به اصطلاح خوب بسط داده، پهنش کرده تا مردم از این معضله اجتماعی بسیار خطرناک که عواقب بسیار بدی رو برای جامعه داره دوری کنند. اینه که ما میبینیم خداوند منان این زورگویی رو و حرفای بیهوده زدن رو و به مردم تهمت زدن رو در ردیف کفر و بتپرستی قرار داده. باز همینه که قرآن کریم میفرمایند در سوره حج آیه 30 فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، از بتپرستی و پلیدی بتها دوری کنید و همچنین دوری کنید از زورگویی، حرفای بسیار بی خود زدن، دروغ گفتن رو مردم، تهمت زدن به مردم، چرا که این یک گناه بسیار بسیار بزرگی هست. در سوره نور آیه 15 همونطور که حضرت مولانا اشاره فرمودن، قرآن کریم میفرماید اذ تلقونه بألسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم، این رو با زباناتون میگیرید و با دهاناتون حرفایی میزنید که شما در مورد اون هیچ گونه تحقیقی نکردید، شما هیچ گونه اطلاع درستی ندارید. بعدش هم چی؟ و تحسبونه هینا، و میگید که من که حرفی نزدم، من که این مورد خاصی نگفتم، اینو همه دارن میگن، منم گفتم. آقا این تو واتساپ من اومد، منم پاسش کردم. آقا اینو کسی به اصطلاح تو فیسبوک نشر کرده بود، من که از خودم نگفتم، من تنها گذاشتم شیرش کردم و گذاشتم دیگران هم بخونن. تحسبونه هینا، شما فکر میکنید که این هیچ چیز به اصطلاح مهمی نیست. و هو عند الله عظیم، در حالی که اون نزد خداوند یک گناه بسیار بسیار بزرگی هست، چرا که قرآن در واقع اشاره داره به عواقب بدی که همچنین تصرفاتی میتونه داشته باشه. واسه همینه که قرآن کریم این گونه افراد رو، افرادی که به خودشون جرأت میدن به دیگران تهمت بزنند، افترا ببندند، بزنند، اینا رو اصلا بی ایمان میدونه. اینا در حقیقت اگر اینا ایمان به خداوند میداشتند و اینی که خداوند هر چی که از دهن اونها برمیاد رو ثبت میکنه و روز قیامت بازخواستشون میکنه، این هر کار رو نمیکردن. در سوره نحل آیه 105 میخونیم انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله و اولئک هم الکاذبون، دروغ میبنده، دروغ میبافه اونهایی که لا یؤمنون بآیات الله، اون افرادی که بی ایمانند، به آیات و نشانه های خداوند، به قرآن خداوند ایمان ندارند. اونها، اون دروغگویان به خودشون این جرأت رو میدن که
دروغ ببافند و جامعه رو آلوده کنند به این گناه بزرگ که عواقب بسیار خطرناکی داره. و در آیه 112 سوره نساء داریم که خداوند متعال میفرمایند و من یکسب خطیئة او اثما ثم یرمی به بریئا فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا. از تصاویر دیگه بهتان اینه که شخصی بیاد مرتکب یک اشتباهی بشه، مرتکب یک گناهی بشه، الان این گناهش رو بندازه رو گردن کسی دیگه، تهمت اون گناه و اون اشتباهی که خودش مرتکب شده، اون گناهی که خودش مرتکب شده، جنایتی رو خودش مرتکب شده، کسی رو بد کرده، بهش تجاوزی کرده، نمیدونم کار زشتی کرده، انسانی رو کشته، بعد میاد این گناه رو به گردن دیگه میندازه. یعنی بی گناه میشه گناهکار و گناهکار میشه بی گناه در چشم مردم، در چشم جامعه. و این رو قرآن کریم به عنوان یک گناه بزرگ، اثما مبینا، گناه بزرگ و آشکار که به اصطلاح این کسی که مرتکب این کار میشه خودش میدونه که داره چه جنایتی میکنه، این رو به عنوان یک گناه بسیار بزرگی به اصطلاح معرفی میکنه. در مجموع میبینیم که قرآن کریم با این معضله اجتماعی و این بیماری زبان به شدت برخورد کرد. خیلی ممنونم جناب مولانا، جناب دکتر. حقیقتا مواردی رو که میهمانان محترم برنامه بینندگان مطرح فرمودن نشان از اهمیت این موضوع داره و چقدر که این موضوع تاثیر منفی میگذاره در جامعه ما. قبل از برنامه با جناب مولانا در استودیو داشتیم، همینطور صحبت میکردیم در خلال موضوع. یک جمله تعبیر زیبایی رو ایشون فرمودن که حقیقتا وقتی انسان درباره این مسائل یعنی بیماری‌های زبان صحبت میکنه، انقدر تهدیدها سنگینه که انسان، تعبیر مولانا این بود که انسان بعضی وقتا میگه یک جوالدوز ورداره و این دهنشو بدوزه حتی که صحبت نکنه، یا اینکه شاید آرزو بکنه کاش گنگ می بود و لال می بود و نمیتونست حرف بزنه. خیلی وقتا ما یک حرفی رو میزنیم اما به تعبیر قرآن کریم که جناب دکتر اشاره فرمودن و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم، فکر میکنیم یک صحبتی کردیم دیگه، یک حرفی زدیم، یک چیزی گفتیم، حالا کلمه بود دیگه، یک جمله بود گفتیم و مطرح شد، مگه چی میشه؟ و هو عند الله عظیم، نزد خدا بسیار بزرگه این حرف. ما حرفمون رو میزنیم، محفلمون تموم میشه، 4 نفر میخندن، 1 نفر رو ترور شخصیتی کردیم، رفت، تموم شد دیگه، به خیال خودمون میریم تو یک محفل دیگه، متاسفانه خدای نکرده شروع میکنیم دوباره از اول درباره یک سری افراد دیگه یا همون نفر اول، در حالی که همین صحبت ما نقطه مقابل وقتی که کسی میشنوه این رو درباره یک نفری، درباره یک شخصی، درباره آبروش، درباره اخلاقش، درباره وضعیتش، درباره ایمانش، درباره عفتش علل خصوص وقتی صحبت کردیم، کلا زندگی اون رو از هم پاشوندیم، مسیر زندگیش رو تغییر دادیم، یک خانواده رو از هم پاشوندیم و در به در کردیم اونها رو، یک جمعی رو از بین بردیم و این فاجعه‌ای که ایجاد شد، این مصیبتی رو که ما به بار آوردیم، گناه این مگر به این راحتی میشه این گناه رو نادیده گرفت؟ گناه این، اون دعاهایی که اون مظلوم، اون بیگناه، اون کسی که قربانی این تهمت‌های ما شده و اون کسی که تمام زندگیش رو از دست داد نزد الله تعالی بسیار ارزشمنده. اون دعا، اون صحبت، اون نجوا، اون دل شکسته، اون اشکی که از چشمش بریزه، چه بسا که زندگی ما رو از بین میبره، دنیا و آخرت ما رو تباه میکنه. لعنوا فی الدنیا و الاخره، لعنت میشیم در دنیا و آخرت به خاطر یک جمله، به خاطر یک دقیقه صحبت کردن و شاید نصف دقیقه صحبت کردن کاری میکنیم که خشم و غضب الله تعالی رو میخریم برای خودمون و به خیال خودمون هم کار ساده‌ای کردیم و فکر میکنیم دیگه داریم عبادت میکنیم، انسان خوبی هستیم، نمازمون هم داریم میخونیم، روزمون هم داریم میگیریم و دلمون خوشه که عفتمون رو هم حفظ کردیم و مبتلا به فساد اخلاقی هم نشدیم، در حالی که این صحبت ما، این صحبتی که مطرح کردیم چه بسا خیلی خیلی سنگین تر از خود فعل زناست و در یک گناه چندین گناه رو به همراه خودمون بردیم در کارنامه اعمالمون
و الله تعالی ما و شما نجات بده. حقیقتا از این موضوع جای تأمل داره که بشینیم دقت بکنیم در تعابیری که استفاده میکنیم، در کلماتی که صحبت میکنیم، علل خصوص اون چیزی که درباره دیگران میگیم. ما اگر درباره دیگران اظهار نظر نکنیم چیزی از ما کم نمیشه. چیکار داریم مثلا به دیگران؟ مگه مجبوریم جایی که هیچ نیازی نیست، هیچ به هر حال انگیزه‌ای وجود نداره ما بشینیم و همینطور برای خودمون گناه بتراشیم، همینطور برای خودمون بارهای گناه خودمون رو سنگین بکنیم، با دست خودمون رو به هلاکت بندازیم، آتش روشن بکنیم بپریم توش، چاهی است بندازیم خودمون رو با کله داخل این چاه. چه نیازی هست اصلا؟ چه انگیزه‌ای هست برای این کار؟ دره‌ای هست بریم خودمون رو پرت کنیم پایین که چی گیرمون میاد؟ به چه دردمون میخوره این کار؟ و جا داره که درباره این موضوعات بیشتر صحبت بکنیم ان شاء الله و بیشتر تفکر بکنیم. اجازه بدید یک میان برنامه رو بگیریم. جناب مولانا ان شاء الله برمیگردیم خدمت شما بینندگان عزیز، خواهیم بود با ادامه این موضوع. شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بله، سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان همراه سفره دل. همچنان با شما هستیم با بررسی ادامه موضوع تهمت، این آفت دین و اخلاق و اجتماع. با امید که الله متعال ما و شما و همه امت اسلامی رو از این مصیبت و از این آفت نجات بده. جناب مولانا، درباره تهمت اگر بخوایم بررسی بکنیم که در تاریخ چه گروه‌هایی بیشتر این صفت اونها بوده، چه کسانی بیشتر اهل تهمت بودن و تهمت می‌زدن و به چه کسانی تهمت زده شده بیشتر؟ واقعا برنامه امشب ما و شما به او اشخاصی که تهمت زده شده باشه وقتی که بشنون شاید که خیلی تسکین کننده باشه، به خاطر از اینکه همیشه ما فکر میکنیم که تهمت در همین زمان ما بوده و فقط یک شخص مورد تهمت قرار گرفته و قبل از او هم کسی نبوده و بعد از او هم کسی نخواهد بود. در حقیقت وقتی که نگاه کنیم که این عمل زشت و ناروار چی اشخاصی انجام میدادن و به چی اشخاصی و به چی کسانی تهمت روا می داشتن، از مخلوق بگذریم. یعنی اتهام و تهمت به ذات اقدس الهی وارد کردن. چی کسانی تهمت میزنن و چی کسانی کسب و کار اونها تهمت هست؟ به طور خلاصه دشمنان الله سبحانه و تعالی، یعنی یهودیت، مسیحیت، مشرکین، کسانی که از دایره توحید و عبودیت الله سبحانه و تعالی فاصله گرفتن، یعنی در کنار الله سبحانه و تعالی دچار شرک و خرافات و بدعات شدن، کار تهمت کار اونها شد. یعنی می‌فرمایید که انسان مسلمان و کسی که با الله متعال در ارتباطه و کسی که الله متعال رو دوست داره اهل تهمت نیست. واضح و مسلم هست. وقتی که ما ببینیم چی اشخاصی تهمت زدن، ببینیم به الله سبحانه و تعالی کیها تهمت زد، یهودی ها بودن که گفتن عزیر ابن الله. الله سبحانه و تعالی ذاتیه که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خداوند الله سبحانه و تعالی با بندگان خود معرفی کرده، زیده نشده و نزیده و شریک و مثل مانند هم نداره. ولی یهودی ها آمدن برای الله سبحانه و تعالی
تهمت و بهتان و افترای بزرگی که فرزند بودن به او نسبت دادن که الله سبحانه و تعالی میفرمایه که و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، چی کسی ظالم تر از اونه که به خدا افترا ببنده. یا مسیحی ها آمدن گفتن که مسیح ابن الله، چون قرآن اشاره میکنه و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى مسیح ابن الله. در همین آیات هم که پخش شد همین بله. و همچنین مشرکین چون از خدا فاصله گرفته بودن، عشق و علاقینا به لات و به عزا و به منات و خلاصه به غیر الله شده بود، آمدن فرشتگان را بنات الله گفتن و تهمت دختران خدا. چرا ما اجازه بفرمایید تو همین موضوع یک صحبت کوچکی داشته باشیم؟ شاید برای بعضی از بینندگان عزیز خب اینجا سوال باشه، مثلا ما الان کسی به ما نسبت بده که فلانی دختر داره فلانی پسر داره، شاید اونقدر برای ما این تهمت حساب نشه. چطور این موضوع برای الله تعالی تهمت حساب میشه و این سنگینه؟ مثلا اینجا سوال باید باشه، مثلا گفته باشن خب عیسی پسر خداست، مگر شاید یک انسانی همچین حرفی تو ذهنش پیش بیاد، حالا غیر مسلمانی حتی، خب مگه چه حرف بدی زدن مگر گفتن که پسر خداست یا دختر خداست؟ شما ببینیم در شأن یک شخص که یک چیز مناسب نباشه، اگر برای از او گفته میشه جا در جا به خود میآیه و بالاخره میخوره. مثلا یک مثالی به او اشخاصی که اگر چنین فرضی بکنن، اگر به یک مرد ما برابر میشیم یا مثلا پشت سر از او بگیم بسیار مثلا چون سفره دل هست و مثلا اگر به یک مرد بگیم که شوهر شما خوب هست، این لفظ چی اشکال داره برای از او بگیم؟ آیا مرد قابل؟ نه، قابل به اهانت شده برای از او. اما برای یک زن وقتی که گفته میشه شوهر داشته باشه، شوهر شما خوب است، میگه الحمدلله خوب است. پس در از این قسمت یک فرزند تعلق به یک پدر مادر داره، اگر او نسبت به دیگه اشخاصی بدیم جا در جا برخورد میکنه. در این قسمت چیزی که در شأن یک شخص نیه برخورد میکنه، در شأن پروردگار عالم، پروردگاری که خود معرفی میکنه، میگه من زیده نشدم و نزیدم و لیس کمثله شیء و هو السمیع العلیم. پس ما بیاییم برای الله سبحانه و تعالی اگر نعوذ بالله فرزند بسازیم، چی عزیر باشه چی مسیح باشه علیهم الصلاة والسلام، و برای الله سبحانه و تعالی او چیزی که در شأن الله نیه، پس بناهن ای بهتانه، ای افترایه که مشرکین ای کار کردن. و همچنین یهود برای الله سبحانه و تعالی وقتی که آیه نازل میشه من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، تعبیر اینه که الله سبحانه و تعالی میخواد بندگان خود متوجه بسازه که برای برادر مسلمان شما که فقیر مستضعف شما کمک کنید، حسنات بهترتری و بالاخره پاداش بهترتری برای شما میدن. اینجا وقتی که لفظ یهود شنیدن گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، یعنی خداوند فقیر نیه، خدا غنیه. الله سبحانه در نص سری قرآن گفته یا ایها الناس، همه رو مخاطب کرده، چی مسلمان چی غیر مسلمان، یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی، او غنی هست، بی نیاز هست. پس آمدن برای الله سبحانه و تعالی تهمت کردن، بهتان کردن که خدا فقیر هست، نیاز داره مال ما ثروتمندیم. پس بناهن چی اشخاص تهمت کردن؟ دشمنان الله سبحانه و تعالی، اونهایی که از دین فاصله شدن. و امروزه هم شما وقتی که هر انسانی که در دنیا تهمت میزنه، وقتی ریشیابی بکنیم جنبه دینی از او خیلی ضعیفه، یعنی معلومات از دین نداره، از قرآن نداره، از اسلام نداره و بالاخره در این قسمت ها بناهن اشخاصی هم که به الله سبحانه و تعالی تهمت زدن و بهتان کردن و افترا بستن، اینها از کتاب خدا که در هر عصر و زمانی بوده، اگر یهودی ها بودن از تورات حقیقی فاصله گرفتن، اگر مسیحی ها بودن از انجیل حقیقی، و امروزه هم مسلمانی که تهمت میزنه از قرآن فاصله گرفته. و بعد از خدا برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سایر انبیاء علیهم الصلاة والسلام تهمت زده شد.
که در قرآن و در احادیث و اینها مسئله ساحر بودن، مسئله شاعر بودن، مسئله کاهن بودن، مسئله حتی مجنون بودن برای انبیاء علیهم السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت دادن که اینها همه تهمت بود، همه بهتان بود، همه افترا بود. حضرت یوسف رو متهم حضرت یوسف علیه السلام در این قسمت انبیاء علیهم السلام و بعد از انبیاء علیهم السلام که بندگان صالح الله سبحانه و تعالی میبینیم مورد تهمت قرار میگیرن. صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و حتی شما ببینیم این تهمته که ابوبکر غاصب بود، عمر غاصب بود، بالاخره عثمان غاصب بود، اینهایی که خلافت رو بالاخره گرفتن اینها غاصب بود. این همه تهمته که سبحانك هذا بهتان عظیم. و از صحابه گذشته اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که زوجه مبارک نبی کریم صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه صدیقه که رضی الله عنها، میبینیم منافقین تهمت میزنن، ولی در عصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم یک بررسی چی اشخاصی به زوجه پیامبر تهمت کردن؟ منافقین بودن. یعنی تهمت کار کفار، کار منافقین و او اشخاصی که از دین آگاهی ندارن. و همچنین دیگه علما و دانشمندا از صدر اسلام تا به امروز تا به قیام قیامت بالاخره همونطور که حق علیه باطل مبارزه میکنه و باطل بالاخره همیشه با حق درگیر هست. کفار، منافقین، مشرکین، انسانهای بدبخت و شقی همیشه به پی اینن که چگونه علیه مسلمان ها و مسلمین و بندگان الله سبحانه و تعالی تهمت بزنن و چگونه به همین وقتی که دشمن به خدا تهمت بزنه و پیامبرها تهمت بزنه، به مردان صالح و بندگان به طریق اولا تهمت میرسه. پس میفهمید به هر حال جنگ بین حق و باطل هست که این یکی از سلاحایی هست که باطل همیشه برای مبارزه با اهل حق استفاده کرد. اجازه بدید در با جناب دکتر هم موضوع رو پی بگیریم. جناب دکتر، با عرض سلام مجدد خدمت شما. در همین راستا دوست داریم از زبان شما هم بشنویم درباره تهمتی که به انبیاء الهی زده شده در زمان رسول صلی الله علیه و سلم و یا اینکه خود فرمایشات رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنت مکرمه ایشون در موضوع تهمت و مواردی که در این باب هست. برای ما و بینندگان مثال‌هایی هم اگر ذکر بکنید بیشتر، انواع تهمت‌هایی که زده میشد و امروزه آیا ما هم خدای نکرده راههایی هست که نمیدونیم و داریم با اون راهها تهمت میزنیم به الله و یا رسولش و یا پیامبران الهی؟ بله، همونطور که شما فرمودید یکی از اسلحه های بسیار موذی و خطرناکی که دشمن در مقابله با حق استفاده میکنه همین تهمت زدن و شایعه پراکنی دروغین هست بر ضد افراد مؤمن تا به گونه‌ای سد راه دین و حقیقت بشن. و رسول که اکرم صلی الله علیه و سلم در تیررس این سلاح خطرناک دشمن قرار داشت و بی ایشون چه تهمت هایی که نزدن، بیشون دروغگو گفتند، ساحر و جادوگر گفتند، کاهن گفتند، شاعر گفتند، هر چی که میتونستن، هر تهمتی که گمان میکردند که میشه این رو به اصطلاح یک جوری مردم رو به اصطلاح گمراه کرد. اما به هر حال همه اتهاماتی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وارد میکردن نمیتونست زیاد مقاومت کنه، چون که شخصیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای همه روشن و آشکار بود و هر تهمتی که میزدن همون خودشون مجبور میشدند که عقب نشینی کنند و اعلام بکنند که شکست خوردند و دروغشون خریدار نداشت. خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم قضیه تهمت رو بسیار همونطور که قرآن کریم باش به شدت برخورد کرد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم با شدت با این موضوع برخورد میکرد و اهمیت اون رو ما میبینیم وقتی که میاییم مثلا به عبادة ابن صامت رضی الله عنه گوش میدیم از افرادی که در بیعه عقبه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. یعنی افرادی اومدند از مدینه منوره با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیعت میکنند،
ببینید که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم قضیه تهمت نزدن رو و اینی که انسان باید پاک زبان باشه و از این گونه موارد پاک باشه، این رو یکی از به اصطلاح شرطهای اسلام قرار میدن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای این افرادی که تازه اومدن بهشون میفرمایند که با من بیعت کنید الا لا تشرکوا بالله شیئا، که به خداوند شریک نورزید، ولا تسرقوا دزدی نکنید، ولا تزنوا زنا و فاحشه نکنید، ولا تقتلوا اولادکم بچه‌هاتون رو به کشتن ندید یا نکشید، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین ایدیکم و ارجلکم، و هیچ بهتان و تهمتی رو نیارید که با دست و پاتون اون رو ببافید یا یک موردی به وجود بیارید که یک نوع تهمت و بهتانی رو به اصطلاح به دیگران برسونه یا در جامعه منتشر کنه. این مسئله بهتان و تهمت اینقدر اهمیت بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از صحابه میثاق و عهد میگرفتن، همون عهدی که با اون در کنار اون مثلا قضیه شرک بالله به اصطلاح مطرح میشه، قضیه ایمان با این مسائل بسیار چیزی، مسائلی که به اصطلاح خیلی ها اون رو بسیار بسیار جزئی تلقی میکنن، گره خورده، چرا که اثرهای اینها بسیار بسیار عمیق هست. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که ابو داوود روایت کرده میفرمایند که من رمى مسلما بشیء یرید شینه به، کسی که یک مسلمانی رو به یک تهمتی به اصطلاح بهش بست که میخواست که اون رو به اصطلاح خرد کنه جلوی مردم، میخواست که آبروریزی بکنه، میخواست که یک عیبی از اون رو برملا کنه، حبسه الله علی جسر جهنم حتی یخرج مما قال، اون در واقع یک زنگی و یک گناهی به یک زنگ و گناهی آلوده شده که خداوند متعال اون شخص رو در روز قیامت روی پل جهنم وای میستونه تو آتیش تا اون زنگش، تا وقتی که اون گناه و اون زنگ به اصطلاح ذوب بشه و آب بشه، اون طرف روی این پل به اصطلاح گذاشته میشه. اینقدر چهره به اصطلاح این گناه زشت هست که حتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر وقتی که حکایت اسراء و معراج رو بیان میکنن، در معراج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند بعضی از تصاویری که در بهشت صورت میگیره اون و یا در جهنم اونها رو به پیامبرش نشون داد و از جمله اون چیزهایی که پیامبر برای ما تعریف کردن فرمودند که در اونجا من در جهنم گروهی از مردمان رو میدیدم که ناخنای مسی دارند و صورتهاشون رو چنگال میزنند و به اصطلاح سینه هاشون رو پاره میکنند. گفتم که به حضرت جبریل گفتم که من هؤلاء یا جبریل، اینا چه افرادی هستند؟ ایشون فرمودند که هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم، اینا اون افرادی هستند که گوشت مردم رو میخوردند، یعنی غیبت میکردند، و یقعون فی اعراضهم و در ناموس و در ارز و به اصطلاح در مسائلی که خاصی یک فرد هست در دایره به اصطلاح تقدس فردی که هست، اون چیزی که برای یک فرد مقدس هست، مهم هست، نمیخواد کسی به اصطلاح تو اون مسئله داخل کنه، به اصطلاح مودماغش بشه، اینجور مسائل رو به اصطلاح میان تو اینا دخالت میکنن. اینها روز قیامت چنین به اصطلاح تصویر وحشتناکی براشون پیش میاد و اینطوری به اصطلاح شکنجه میشن، چرا که اینا مرتکب یک نوع زبان درازی شدن، در ناموس دیگران، در حریم شخصی دیگران تجاوز کردند. و در حدیثی داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان من اربع الربا، از بدترین ربا هم که چه گناه بزرگی هست که در قرآن و سنت ما به شیوایی میبینیم که ربا رو قرآن کریم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از بدترین گناهان به اصطلاح شمردند و کسی که ربا میخوره انگار که خدا رو به مبارزه طلب کرده، انگار که در حدیث دیگری که با به اصطلاح اجلکم الله با مادرش در
زیر ستار کعبه عمل فاحشه انجام داده، این شخص خیلی گناه بزرگی کرده. از اینو بزرگتر از جمله گناهان شیبه ها یا تصاویر زشت و زشترین تصاویر ربا چی هست؟ ان من اربع الربا الاستطالة فی عرض المسلم بغیر حق، زبان درازی در ناموس و در حریم شخصی یک فرد دیگه بدون اجازه، بدون اینکه حقی داشته باشی بیایی در حریم خصوصی دیگران دخالت کنی و حرف و زبان درازی کنی. واسه همینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بعد توصیه میکنن ما رو که اگر همچنین موردی پیش اومد، در مجلسی شما بودید، کسی همچنین زبان درازی به اصطلاح در حق دیگران کرد، اینجا جا داره که شما مؤمن ساکت نشینید، بیایید از اون فردی که غایب هست و دارن بهش تهمت میزنند و بدیشو میگن، شما بیایید دفاع کنید. در حدیثی که امام احمد و طبرانی آوردن میخونیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که من ذب عن عرض اخیه بالغیب کان حقا علی الله ان یعتقه من النار. کسی که در یک مجلسی به اصطلاح که دوستش برادرش اونجا حضور نداره اومد از به اصطلاح ایشون دفاع کرد، از ناموسش دفاع کرد، از حریم شخصی ایشون دفاع کرد که دیگران زبان درازی کرده بودن، این اجر و پاداش بزرگی پیش خداوند داره و اجرش هم اینه که روز قیامت حقش بر خداوند اینه که روز قیامت خداوند ایشون رو از آتش جهنم رهایی بده. ما در مقابل یک فرامین بسیار شیوایی از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قرار دادیم که جناب نباید مرتکب همچنین جنایتی بشید، نباید مرتکب همچنین گناهی بشید، چرا که گناه بسیار بدی هست و عذاب بسیار دردناکی داره و اگر چنانچه کسی دیگری مرتکب شد شما نباید ساکت باشید و سعی کنید به اصطلاح از اون فردی که غیبتش میشه، بهتان زده میشه بهش دفاع کنید و با دفاعتون مجبور اون به اصطلاح فرد زبان دراز رو مجبور به سکوت خواهید کرد. جناب دکتر، در موضوعاتی که حضرت مولانا اشاره فرمودن جلوتر در بحث تهمت به انبیاء الهی، تهمت به ذات مقدس الله تعالی عزوجل و تهمت به اولیاء صالحین و یا انواع اقسام دیگر تهمت هایی که متاسفانه مشاهده میشه، احیانا ما مشاهده میکنیم که خود ما هم خدای نکرده ندانسته بعضی از اموری رو که در همین دایره داخل هست ما داریم انجام میدیم و مرتکب میشیم این امور رو. من دوست دارم به خاطر اینکه مصداق‌های عملی تری رو ما در جامعه مشاهده بکنیم و بتونیم راحت‌تر اصلاح بکنیم احیانا اموری رو که ما داریم انجام میدیم از این دایره و از این دامنه، اگر مصادیقی رو برای ما ذکر بکنید، نمونه‌هایی رو ذکر بکنید از مواردی که خیلی از ماها توجه خاصی بهش نکردیم تا به حال، شاید اصلا اون رو جزئی از تهمت نسبت به ذات الله تعالی، چون هیچ مسلمانی یقینا این اجازه رو به خودش نمیده و این جرأت رو به خودش نمیده که دانسته نسبت به ذات الله تعالی و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم و یا پیامبران تهمتی بزنه خدای نکرده و اونها رو متهم بکنه. اما مواردی هستن که در این دایره داخل هستن و خدای نکرده ما داریم انجام میدیم. درباره این مصادیق بیشتر صحبت بکنید، اگر مثالهایی دارید در ذهن یا دیدید مشاهده کردید تا ملموس‌تر باشه برای ما این موارد. یک مثال بسیار بسیار به اصطلاح مکررش که متاسفانه ما روزانه با اون درگیر هستیم، وقتی که شما تلفنتون رو دستتون میگیرید میبینید که آقا واتساپی کسی فرستاده، نگاه میکنید، نمیدونم فیسبوکتون رو چک میکنید، میبینید که آقا یک کسی اومده مثلا یک قصه چرندی رو گفته که جبریل به خدا چنین گفت و خداوند چنین گفت، یه جوکی درست کرده، یک نمیدونم آقای جنتی به خدا چنین گفت و خداوند در به اصطلاح در مورد ایشون چنین گفتن، یه حرفایی که به اصطلاح بسیار پوچ هست. مثلا هدف چی هست؟ آقا من میخواستم یه شوخی بکنم با هر چی که نباید شوخی کرد. از قدیم ما مثلا در ادبیات عامیانه میگفتیم یا میشنیدیم که میگفتن آقا شوخی، اما با ریش بابا که نمیشه کرد شوخی، یا با دم شیر نباید کرد شوخی.
در همه این موارد هر چیزی جای خودش داره. اینی که بیایید به اصطلاح در مقدسات بیایید دخالت کنید و خداوند رو خدای نکرده به بازیچه بگیرید، یا انبیا رو و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افرادی که به اصطلاح از جیب خلیفه میبخشند، میبینید که آقا کسی که این دعا رو بخونه فلان شخص در خوابش پیامبر خدا رو دید که چنین و چنان به اصطلاح خروار بهش اجر میرسه. مگه دین ما شد خواب چه مصدری از مصادر دین؟ طرف زیاد خورده شکمش باد کرده، خب یک کابوسی یا یک خوابی دیده، یا میخواسته به اصطلاح خودش رو به اصطلاح مؤمن و تقی جا بزنه، می اومده آقا یه دروغی گفته که من فلان پیامبر رو خواب دیدم یا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو در خواب دیدم که به من چنین پیغامی میداد. مگه شما چی کاره هستید که پیامبر بیاد به شما به اصطلاح پیام بدن؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خداوند متعال به ما به اصطلاح فرمودند که دین شما به کمال رسیده و نیازی نیست که به اصطلاح یک دروغگویان و دجال بازان و هوچیگرانی بیان به اصطلاح در دین نوآوری هایی بکنن و دروغ هایی رو ببندن. اینجور مسائل رو ما زیاد در به اصطلاح فیسبوک هامون، در واتساپ هامون، در تلگرام هامون، در برنامه‌های به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی این رو به کثرت متاسفانه می‌بینیم. اما چون ما هم به اصطلاح خوشمون اومد، حرف خوبیه، جوک جالبیه، نمیدونم خنده‌دار، مجلس رو گرم میکنه، من هم پاسش بدم به دوستام و از این به اون، از اون به این، و به این صورت حرمت و قداستی که هست این رو بشکنیم. یا مواردی این چنینی که در مورد خود دین هست، دروغ بافی ها برای به اصطلاح خوندن یک دعای معینی، دروغ بافی ها برای انجام یک عبادت معینی، هر چیزی که اومد شما خب خداوند متعال پیامبرانی فرستاده و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه مسائل رو روشن و واضح گفته. آقا من نمیدونم، من که عربی بلد نیستم، یه جمله ای رو فرستادن خوشم اومد، خوشت اومد تحقیق کن. خب مگه نه این است که به اصطلاح علما ورثه الانبیا هستند، وارثان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، علما و دانشمندان هستند، علمای دین هستند. از اینها بپرس آقا این مورد درست هست نیست، خودت یه مقداری سواد تو ببر بالا، ببین به اصطلاح یک مقدار تحقیق یاد بگیر. الان که بسیار ساده است در شبکه‌های مختلف به اصطلاح تحقیقاتی، آقا بنویس برای اسلام تکس، آقا همچنین شبهه‌ای رو مطرح کردن، همچنین موردی رو گفتن آقا درسته یا نیست، بنویس برای نمیدونم کتابخانه عقیده، برای به اصطلاح مراکز به اصطلاح علمی که هست، دارالعلوم زاهدان فلان، خیلی از به اصطلاح مراکز علمی بسیار خوبی که ما داریم، از اینها، از علما، از اینها تحقیق کن. نمیتونی تحقیق کنی، حداقلش اینه که سکوت اختیار کن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره یا خیری بگه یا حداقل ساکت بشه، دهنشو ببنده. این نه که به اصطلاح بیاد هر چرندی رو که به اصطلاح دید، هر بدعتی رو که به اصطلاح کسی رواج داد. الان مثلا در جامعه ما این روزها روزای محرم هست، ببین که چه دروغها و چه چخانها و چه حرفای بی ربط و حرفایی که نه از مصداق تاریخی داره، نه در قرآن کریم، نه در سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هیچ گونه مصداقی نداره. بعضی افراد به اصطلاح شکمشون باد میکنه، یه باد شکمی میارن بیرون و یه حرفی رو چرندی رو میبافند و یه کوچیگری به راه میندازن و 10-20 نفر دیگه بزرگ این رو میگیرن پاس میدن و بدین صورت یک به اصطلاح حرف زشت، یک حرف حتی اگر در ظاهرش درست هم باشه، اگر در ظاهرش ببخشید به اصطلاح زیبا هم باشه، که به اصطلاح کسی میاد آقا من این حرف رو گفتم که مردم امروز سوره فلان رو بخونن، بی خود کرد. مگه تو چه کاره ای؟ مگه تو پیامبری؟ تو فرشته ای از جانب خدا هستی؟ تو منکر و نکیری؟ تو کی هستی؟ تو یک انسانی هستی که فردا در روز قیامت محاسبه میشی. هر حرفی که میزنی علیک عتید هست، علیک رقیب عتید هست. همونطور که قرآن
کریم میفرماید که ما برای شما روی به اصطلاح شما یک افرادی رو قرار دادیم، فرشتگانی رو قرار دادیم که شما رو محاسبه کنند. پس در هر موردی که ما از دهنمون میپره بیرون ما جوابگو باید باشیم. پس هر موردی که از دهنمون بیرون میبره و هر موردی که ما انگار گفتیم، اون چیزی که شما پاس میکنید به کسی دیگه در شبکه‌های اجتماعی یا در هر مورد دیگه، در حقیقت شما اون حرف رو زدید، شما اون رو تایید کردید. همه این موارد انسان باید بسیار محتاطانه برخورد کنه و بسیار عاقلانه که خدایی نکرده بخواد کار خوبی بکنه، بخواد ابرو رو درست کنه، چشمو نزنه کور نکنه. خیلی ممنونم جناب دکتر. اجازه بفرمایید ما برگردیم خدمت حضرت مولانا در داخل استودیو و جناب مولانا اگر بخوایم ریشیابی بکنیم بحث حسادت رو، برای بحث تهمت رو ببخشید، برای حل این مشکل که از کجا آب میخوره اصلا تهمت، چه انگیزه‌ای سبب میشه که یک شخص شروع بکنه به تهمت زدن، چه عوامل رو شما در این مؤثر میبینید؟ وقتی که یک شخص دچار تهمت زدن میشه، خود تهمت وقتی در زندگی یک انسان داخل میشه، در فکر یک انسان داخل میشه، در حقیقت این شخص بیمار هست. چون تهمت زدن به الله سبحانه و تعالی و انبیاء علیهم السلام و یا بالاخره به بندگان صالح الله سبحانه و تعالی، اگر تقسیم کنیم که چگونه تهمت وارد میشه، میشه که ریشه اول جهل بدانیم. مسئله جهل هست. یک انسان جاهله. اگر یهودی ها عزیر ابن الله گفتن، الله سبحانه و تعالی را درست و صحیح نشناختن. و اگر مسیحی ها مسیح ابن الله گفتن، و اگر مشرکین فرشته ها را دخترای خدا گفتن، بنات الله گفتن، و تا به امروز هر تهمتی که شخص وارد میکنه برای شخص دیگر، در حقیقت این انسان یعنی ریشه اول از این جهله، یا اینکه عواقب تهمت را نمیدانه، و یا اینکه پیامدهای تهمت را نمیدانه که چگونه پیامدها، و در حقیقت اگر او واقف بشه که ای در تهمت دروغ گفته، غیبت کرده، تهمت در ردیف زنا قرار گرفته، بدتر از ربا، طوری که جناب دکتر اشاره کردن، بدتر از ربا خواری گفته شده، این شخص یقینا برمیگرده. اما چرا تهمت میزنه؟ انسان جاهل مانده، جاهل از دین و جاهل از و بیخبر از کتاب خدا و سنت رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. وقتی در زندگی یک فرد علم آمد، توحید آمد، یکتاپرستی آمد، ایمان قوی شد و معرفت به الله سبحانه و تعالی، به کتاب الله سبحانه و تعالی، به ارشادات نبی کریم صلی الله علیه و سلم، یقینا جهل برطرف شد و علم آمد، تهمت برطرف میشه. و اگر یک انسان علم داره، خدا را میشناسه و بالاخره باز هم دچار تهمت میشه. بزرگا بیان کردن که ریشه بعدی از این حسادت هست. حسادت خیلی از مشرکین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خوب میشناختن. الذين يعرفونه كما يعرفون ابناءهم. یعنی پیامبر خوب دقیق میشناختن که پیامبر چون قبل از بعثت به نام محمد امین، صادق، راستگو معرفی بود. بعد از این که به پیامبری مبعوث شدن، چون حسادتی که در دل داشتن، حتی اگر کاکای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که ابی لهب باشه، تبت ید ابی لهب، از حسادتی که داشت طغیان و سرکشی کرد در مقابل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس حسادت موضوعیه که انسان رو وادار میکنه به تهمت زدن. چون وقتی که انسان حسود طرف رو ببینه که سرمایه طرف بیشتر هست،
زیباییش بهترتر هست و موقف اجتماعیش بیشتر هست و بالاخره مسائلی که امروز در جامعه مطرحه، مسئله سرمایه های چی مادی باشه و چی معنوی، انسان حسود این تحمل کردن نمیتونه و دیده نمیتونه که یک نفر طرفش، قومش و بالاخره رفیقش، دوستش سرمایه داشته باشه، سرمایه مادی و معنوی داشته باشه. بناهن شروع میکنه به تهمت زدن تا اینکه موقفی که خدا بری از او داده او خدشه دار بکنه. ولی این انسان غافل از این هست که و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. پس اول مسئله جهل بود و دوم مسئله حسادت بود. سوم میشه بگیم که مسئله عداوت هست، دشمنی هست. اصلا شخص خوب دقیق میفهمه که ما برای فلان زن یا فلان شخص ما همین تهمتر وقتی یا اتهام میزنم، خوب میفهمه که پاک هست، خوب میشناسه، خوب تحقیق داره، خوب میدانه، حالا جاهل هم نیست، حسادت هم نیست. اما چون عداوت و دشمنی شاید آبایی و اجدادی داشته باشه، شاید روی یک مسئله باشه، مشکلی که با شخص داشته باشه، به هر حال مشکلی با او داره، حالا کوشش میکنه از روی عداوت ضربه بزنه، تهمت میزنه، بالاخره زندگی او انسان به ویرانی میکشانه. پس یعنی اگر صحبت خلاصه کنیم، ریشه به وجود آمدن تهمت یا از اثر جهل، یا از اثر حسادت هست و یا از اثر عداوت و دشمنی و اینها. خیلی ممنونم جناب دکتر. شما در این باب بعض وقتها سوالاتی مطرح میشه در مورد اینکه انسان خودش هم گهگداری مقصر هست در اینکه دیگران به اون تهمت میزنن و نباید در موضع تهمت قرار بگیره و کارهای انجام بده. در این باب چقدر شما این موضوع رو مؤثر میدونید و یا موارد دیگری رو در این بحث و ریشیابی موضوع تهمت که از کجا آغاز میشه؟ بله، این به اصطلاح رفتار ناپسند و زشت در واقع بازتاب بعضی از رذایل اخلاقی نادرست هست که در خود افراد هم شاید وجود داشته باشه. در روایتی از حضرت علی رضی الله عنه داریم که کسی که به جایگاه زشتی نزدیک میشه، به جایی که به اصطلاح در اونجا تهمت برانگیز هست نزدیک میشه، خاناخا مردم بهش تهمت میزنند. رفتار خود فرد، رفتار نادرست خود فرد، کسی که جایی به اصطلاح جای خونه فسادی هست، همه میدونند که این یک کاباره است، این طرف اونجا رفت و آمد میکنه، خب ناخواه مردم بهش تهمت میزنن. کسی که نمیدونم یک لباس معینی هست، افراد خاصی این رو میپوشند که یک به اصطلاح صفتهای زشتی به اونها داده میشه. کسی که به اصطلاح دختر خانومی که به شیوه معینی به اصطلاح خودش رو در معرض چشم گرگ‌های تشنه و گرسنه قرار میده، خب ناخواه به اصطلاح مورد تهمت و افترای مردم قرار میگیره که در حقیقت این خودش به اصطلاح این مورد زشت رو یا این صفت زشت رو در واقع برای خودش انتخاب کرده، خودش داره که به اصطلاح حرف میندازه تو دهن مردم. این از مواردی هست. موارد دیگه هم که میشه ذکرش کرد اینه که طرف خودش مرتکب یک جنایت شده، یک کار زشتی رو انجام داده و از این ترس و واهمه داره که کشف بشه، مردم بدونن که کار این بوده. این میاد پیش قدمی میکنه و این جنایت یا این کاری که صورت گرفته رو به اصطلاح به دروغ میچسبونه به یک کسی دیگه و بدین صورت یک نوع تهمتی رو برای یک انسان بیگناهی به اصطلاح وارد میکنه و خودش که گناهکار بود یا عزیزش که گناهکار بود، پدرش، مادرش، کسی عزیزی، اون رو به اصطلاح مبرا میکنه از این گناه. یا یه عقده‌های درونی و بغض و کینه‌هایی که در افراد هست، افرادی که بر همین مبنا تربیت میشن در بعضی از مذاهب منحرف، ما این رو داریم که افراد رو بر نوعی کینه و حقد
تربیت میکنند. آقا ما در سال 2014 هستیم، اما میبینیم هنوز این آقایون در 2000 سال پیش زندگی میکنند. با عرض معذرت میبینیم که به اصطلاح به خودشون اجازه میدن که آقا چون که فلان طرف تابع فلان مذهب هست، فلان از فلان قوم هست، از فلان ملیت هست، پس من به خودم اجازه میدم که هر چی که دلم میخواد در حق اون بگم، هر دروغی که میخوام براش ببافم، همیشه به صورت به اصطلاح زشتی با اون برخورد میکنن. دقیقاً همون به اصطلاح صفتی که در یهودیان نمایان بود و هست. از جمله قصه های زیبایی که ما در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داریم، اسلام عبدالله ابن سلام یهودی است، یکی از شاخصترین علمای یهود در مدینه منوره. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو ملاقات کردند و دین اسلام رو از زبان پیامبر شناختند، اسلام آوردند و چون که شخصیت بالایی بودند و شخصیت مشهور و مرموقی بودند در جامعه، در جامعه یهودیت، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره کردند که یا رسول الله شما بیا در مورد من از یهودیان بپرس، چرا که یهودیان فانهم قوم بهت، یک قومی هستند که بهتان و دروغ اینا رو زبانشون هست، اصلا باهایی براشون ارزشی مثلا نداره و همینجور حرف بیهوده زیاد میزنن. شما در مورد من از اینها بپرس و تا به اصطلاح یه نوع دعوتی هم برای اونها باشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یهود رو جمع کردند و ازشون پرسیدند که عبدالله ابن سلام در بین شما چه فردی هست؟ فرمودند که بسیار عالم ورزیده و دانشمند بزرگی هست. البته باباشون همچنین عالم دانشمند بزرگی بودند، جدن در جد اینها اهل علم و دانشند، این خانواده بسیار با عزت و با شرافتی هستند و شروع کردند در مدح عبدالله ابن سلام حرفها گفتند. اون وقت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند خب اگر عبدالله ابن سلام مسلمان بشه اون وقت چی؟ گفتن امکان نداره محمد، این چه حرفیه که میزنید؟ ایشون خیلی به اصطلاح اصلا این حرفا. بعد در اینجا بود که حضرت عبدالله ابن سلام اومدند بیرون از جایی که پنهان شده بودند و فرمودند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اعلام کردند که من مسلمان شدم. همین یهودی‌ها در همون جایی که بودند باز به اصطلاح بوکس باد زدند و شروع کردند که بله نه ما که گفتیم خیلی انسان پست و جاهلی هست و هیچی سرش نمیشه، اصلا پدر مادرش جدن در جد اینو نفهم و کودن بودن و شروع کردن اون حرفایی که میزنن همه رو به اصطلاح برمیگردونن. این فقط به خاطر چی بود؟ به خاطر یک حقد، یک کینه، یک عقده‌های درونی که در این افراد بیمارگونه هست که باعث میشه که به اصطلاح به دیگران تهمت بزنند. بدگمانی و حسن ظن نداشتن به مردم این هم میتونه از اسباب تهمت زدن باشه که خداوند متعال در سوره الحجرات میفرمایند که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مؤمنان از بسیاری از گمانهای بد دوری کنید، چرا که ان بعض الظن اثم، چرا که بعضی از گمانها گناه هست. چون که برخی گناه هست شما از خیلی از گناه ها به اصطلاح از این سوء ظن ها دوری کنید. آقا من که سوء ظنی ندارم، من کسی همچنین حرفی گفت من تنها تکرارش کردم، کسی آقا این پیام رو برای من پیامک رو فرستاد منم فرستادم، من که کار به اصطلاح بدی نکردم. قبل از همین آیه در خود سوره حجرات خداوند متعال میفرمایند یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ای مؤمنان اگر یه فاسقی، یه فردی برای شما یه خبری رو آورد، شما هم چش و گوش بستین رو قبول نکنید. فتبینوا، شما بیایید در مورد این تحقیق کنید، نکنه که ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نکنه که شما یک اتهامی، یک حرف بدی رو به یک ملتی از روی نادانی، از روی عدم قصد به قول خودتون نسبت بدید، بعد از اون بزنید به سر و صورت خودتون پشیمون بشید که ما چه غلطی کردیم و چه اشتباهی از ما صورت گرفت. و وقتی هم برخی وقتا هم هست که این به اصطلاح تهمت زدن از روی یک نوع هوا و هوس طرف به اصطلاح یک
هوا و هوس خاصی داره، میخواد خوشگذرونی کنه، میخواد مجلس رو گرم کنه، میخواد نمیدونم وقت کشی کنه، در حالی که به اصطلاح وقت یکی از بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند متعال به ما ارزانی کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که نعمتانی مغبون فیهما کثیر من الناس، دو نعمت هستند که بسیاری از مردم این دو نعمت رو ضایعش میکنند، از دستش میدن، بعدش میشینند پشیمون میشند که از دستمون رفت. و اون دو نعمت چی هستند؟ از صحت و الفراغ، صحت و تندرستی و وقتی که شما دادید. این وقت جزئی از عمرتون هست. به طور کلی این به اصطلاح تهمت زدن و این بیماری های زبانی برمیگرده به یک خصلت بسیار زشتی که در برخی از افراد هست و اون خصلت نفاق هست. قلب‌های بیمار همه به اصطلاح مصدر همه این مشکلات هستند و ما دیدیم که حادثه افکی که در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، این بازتاب همین قلب‌های بیمار به اصطلاح منافقان بود که الان ما اینها رو در جامعه خودمون ببینید در جامعه ما اگر به اصطلاح به رسانه‌ها یک نگاه گذرایی بکنیم، ببینید همچنین تصور میکنیم جامعه رو دو قطبی کردیم. یک به اصطلاح یک قطب شدن شیعه، یک قطب شدن سنی. در جامعه تشیع اون چنان به اصطلاح بذرافشانی میشه که آقا در سنی‌ها شیعه کشید هست و فلان هست، آقا یک لوله خورخوره‌ای اونجا سبز شده، مترسک بسیار وحشتناکی هست، اسمش هست وهابیت کشور رو گرفتن، وهابی‌ها چنین میکنن، وهابی‌ها اینو میگن اونو میگن. حالا بیایید بگید که آقا این وهابیت چی هست، شکلش چیه، شاخ داره نداره، شکل و قیافه‌اش چیه؟ یک تهمت‌های ناروا، یک حرفای زشت، یک به اصطلاح تصورات من درآوردی فقط به خاطر ترسوندن جامعه، به خاطر به اصطلاح انعدام به اصطلاح امنیت روحی روانی جامعه رو به جون هم انداختن. همه این جامعه ما سالیان سال در کنار هم زندگی می‌کردند، نه وهابیتی بود و نه شیعه کشی بود و نه به اصطلاح این. اما نه، یه افراد موذی به خاطر به اصطلاح نفاقی که تو به اصطلاح تو قلبشون دارن و به خاطر رسیدن به یک اهداف آنی، مصالح به اصطلاح خودشون، آب رو دارن گلالود میکنن، مردم رو به جون همدیگه میندازن، برادر و خواهر و یک جامعه مسالمت آمیز که سالیان سال در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی داشتن، اینها رو به جون هم میندازن تا بتونند از این آب گلالود به اصطلاح استفاده کنند و ماهی خودشون رو بگیرند. خیلی ممنونم جناب دکتر. اگر اجازه بفرمایید به همراه شما و حضرت مولانا و بینندگان عزیز سری بزنیم پیش دوستان عزیزمون در اتاق کنترل، یک فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم ان شاءالله باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با بخش پایانی برنامه. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني. يا مبغضي لا تأتي قبر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني. إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائل كلها فالسبق سبقي والعنان عناني. مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زماني.
زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني، وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني. أنا بكره العذراء عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني، وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن. والله خافرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني. ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، طوبى لمن والى جماعة صحبه ويكون من أحبابه الحسنان. جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأماني، وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني. من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني، وإذا محبي قد ألظ بمبغضي فكلاهما في البغض مستويان. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة، إي والذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. محفوفة بالروح والريحان. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم با موضوع تهمت و بررسی ابعاد مختلف این موضوع. جناب مولانا اگر اجازه بفرمایید من صحبت رو با جناب دکتر به دو تا سوال به پایان برسونیم، بعد ان شاءالله تا پایان برنامه در خدمت شما باشیم. جناب دکتر، از آثار منفی تهمت اگر در جامعه بخوایم صحبت بکنیم، چه آثار منفی در جامعه به جای میگذاره تهمت و تهمت زدن به دیگر؟ ببینید، افترا و تهمت از نظر حقوقی یک نوع جنایت و جرم شمرده میشه و از نظر اخلاقی یک صفت بسیار زشت و ناپسندی هست و از نظر اجتماعی هم مخل امنیت جامعه هست. از نظر روانشناسی هم به اصطلاح موجب بحران شخصیتی در انسان میشه و انسان سالم رو از حالت تعادل درستش به اصطلاح بیرون میاره. مهمترین پیامدهای اجتماعی که این پدیده زشت در جامعه داره اینه که سلب امنیت روانی میکنه از جامعه. هر یکی از افراد جامعه این دلخوره و این ترس رو داره که دیروز به فلانی تهمت زدن، پریروز به فلانی، شاید فردا نوبت من باشه. یک حالت ترس و به اصطلاح از اینکه آبروش جلوی مردم بره، از اینکه کسی بیاد یه تهمتی بزنه، نمیدونم تو رسانه ها در موردش حرف زده بشه، سر منبر در موردش این تهمت زده بشه، مردم
به اصطلاح آبرو و حیثیتش نقل مجلس مردم بشه، این باعث میشه که به اصطلاح جامعه در یک جنگ اعصاب و یک بیماری‌های روانی دچار بشه. مورد دیگه که این تهمت‌ها به اصطلاح باعث اشاعه فحش و فحشا و زشتی در جامعه میشه. حتی اگر این تهمت‌ها درست هم باشه، کسایی هستند که به اصطلاح یه تهمت‌های یه کارهای زشتی شده هی اینا رو تکرار میکنند، به مردم میرسونند، یا رسانه‌هایی هستند که یک گونه فحش‌ها و یک نوع فیلم‌هایی حتی که درست میکنند که در اونها یک نوع تهمت زدن هست، تهمت‌های اخلاقی به همدیگه میزنند و اون رو به تصویر میکشند. اینها با مرور زمان اون زشتی و قبح و حرمتی که گناه و زشتی داره در چشم مردم به اصطلاح عادی میشه و اون حرمتش رو از دست میده و در نتیجه اون جامعه، اون افرادی که به اصطلاح اونایی که مثلا الان ما میبینیم همش به فیلم‌های مبتذل نگاه میکنن یا به رسانه‌های که فیلم‌های مبتذل و زشت و سریال‌های زشت رو در جامعه دارن رواج میدن، اینها با دیدن این چهره‌های گناه و آلوده‌ای که روز اول اون رو میدیدن یک نوع اشمئزاز و یک نوع کراهیتی در اونها به وجود می آورد که این مثلا حرکت‌های زشت رو میدیدن. الان میبینید که خیلی عادی بهش نگاه میکنند، بعد از مدتی حتی از دیدنش لذت میبرند، بعد از مدتی اینها رو در خانواده خودشون تکرار میکنند یا به اصطلاح در جاهای دیگه اینها رو تکرار میکنن. اینه که قرآن کریم در سوره نور آیه 19 به این نقطه اشاره میکنه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا، اونهایی که دوست دارن، تلاش دارن که فحش و فاحشه و زشتی در بین مؤمنان رواج پیدا کنه، اونها هم در دنیا عذاب دردناکی دارند و هم در آخرت و خداوند از اونها آگاه هست. یک مورد بسیار حساس دیگه ای که هم تهمت در به اصطلاح جامعه به وجود میاره، اون یک حس بی‌اعتمادی و فقدان اعتماد عمومی در جامعه به وجود میاره که به اصطلاح یک نوع ناامنیتی و نارضایتی رو در جامعه رشد میده که همه به همدیگه بدبین میشن. از بس که به اصطلاح تهمت‌های بی این و اون وارد شده و شنیدن یا خب به اونا وارد شده، هیچ کسی به کسی دیگه اعتماد نمیکنه و فقدان اعتماد در جامعه زندگی رو بسیار بسیار تلخ میکنه. هر کس رو دیگری شک داره، برادر به برادر شک میکنه، خواهر به خواهرش، زن به شوهرش، شوهر به زن، پدر به مادر، مادر به یک حالت بسیار بسیار بحرانی رو در محیط جامعه به اصطلاح به وجود میاره. این تهمت باعث فروپاشیده شدن بنیان خانواده ها میشه، باعث نظام اجتماعی رو کلاً دگرگون میکنه، حق و باطل میکنه، باطل و حق میکنه، بیگناه رو متهم میکنه، متهم رو بیگناه میکنه. در هر حال ما با یک به اصطلاح بحران با پیامدهای اجتماعی بسیار بسیار حادی در روبرو هستیم که پیامدهاش بر خود فرد هم به اصطلاح کم نیست، به اصطلاح باعث رانده شدن فرد از رحمت الهی و از چشم مردم افتادن از چشم مردم میشه و همونطور که در آیات قرآن کریم بهش اشاره کردیم دلیلی است بر بی ایمانی و بی هویتی یک شخص. جناب دکتر، حالا یک کمی در بحث درمان و موضوع راه حل ها هم صحبت بکنیم. یه شخصی به هر حال خدای نکرده مثلا مبتلا بوده به تهمت یا تهمتی زده به کسی، چه دانسته چه ندانسته، حالا پشیمونه، میخواد اصلاح بکنه خودش رو، چیکار باید بکنه این شخص چیکار بکنه که اون گناه رو پاک بکنه و راه برگشت چیه، راه حل ها چیه برای اینکه انسان خودش از این بیماری نجات بده؟ کسی که به اصطلاح به شخصی تهمت زده، حالا این تهمت چی میتونه باشه؟ تهمت زده که آقا دروغگو از سرقت کرده، نمیدونم فلان، یا خدای نکرده یک تهمت بزرگتری که کیفرخواست حقوقی و قانونی و شرعی داره. در حال حسب اون تهمتی که زده میره طرف مقابل رو به دست میاره. شما بهش تهمتی زدید، میرید ازش معذرت خواهی میکنی. اگر این تهمت شما باعث شده که ایشون یک نوع خسارت مادی رو برداشت کنه، اون خسارت رو پرداخت میکنی و دلش رو به دست میاری. اگر باعث شده که به اصطلاح آبروش بره، یک نوع خسارت معنوی بشه، به اصطلاح
پرداخت کردی، به همون اندازه‌ای که اون خسارت بهش وارد شده باید اون رو جبران کنی. شما که بلند شدی جلوی 100 نفر همچنین حرفی همچنین تهمتی رو بزنی، باید بلند شید جلوی همون 100 نفر این به اصطلاح اقرار کنید که بله من شیطان منو گول زد، من نفهمیدم، از روی نادانیم بود یا از روی به اصطلاح سوء تفاهمم بود، به هر موردی که بود این رو اصلاح میکنید و اون حق، این جزء به اصطلاح حقوق الناس هست، یک حقی رو از فرد ضایع کردی، اون رو باید جبران کنی. یک جانب دیگهش هست که شما یک نوع ناامنی رو در جامعه به وجود آوردید، در این حالی که آبروریزی شخص کردید به امنیت جامعه هم بسم الله لطمه وارد کردید. این رو هم تقاصش رو پس میدی در خود جامعه، در همون محیطی که همچنین گردافشانی کردی، همه اونها رو اصلاح میکنی و سعی میکنی که به اصطلاح اون طرف رو، اون آبروی طرف رو که بردی اون رو پس بگردونی، ازش ذکر خیر کنی در مجالس مختلف تا به اصطلاح بار دیگه ایشون بتونه اون آبرو و حیثیت خودش رو در جامعه داشته باشه. اما اگر کیفرخواست‌های قانونی هم بود، همه اینها رو باید تحمل کنی تا بتونی به اصطلاح انشالله توبه راستین کرده باشی و خداوند از شما در بگذره. حالا جناب دکتر اگر مقدور نبود براش، احیانا مثلا اون شخص در دسترس نیست یا فوت کرده یا احساس میکنه که اگر بره پیشش و این موضوع رو مطرح بکنه که فلان تهمتی که به تو زده شده من زده بودم، شاید بدتر بشه وضعیت و جنجال بشه، خدای نکرده درگیری اتفاق بیفته، اون موقع چیکار باید کرد؟ اینجا به هر حال الامور تقدر بقدری ها، یعنی اونجا باید خودش نگاه کنه که اگر مثلا طرف فوت کرده، در دسترس نیست، به هر صورتی که شده سعی کنه به اصطلاح توبه کنه اولا و پیش خداش به اصطلاح از این گناهی که کرده، به هر حال حق اللهی که ظاهر شده، حق جامعه‌ای که ظاهر شده، تا توان داره باید این رو برآورد کنه و اون آبروی شخصی که ریخته، اون آبرو رو باید کسب کنه، براش به اصطلاح بازسازیش بکنه. حالا به هر صورتی که شده میتونه از اهرم‌های دیگه‌ای که در جامعه هست استفاده کنه. نیاز نیست اگر میتونه که این به اصطلاح باعث یک نوع تنشی میشه، یک نوع جنگ و درگیری به وجود میاد، که بره مثلا بگه که من این تهمت رو زدم، اما میتونه که بیاد به اصطلاح شایع کنه که آقا این حرفی که در مورد فلانی گفته شده بود به اصطلاح تهمتی هست و من شاهد هستم که همچنین موردی نبوده، و هر جا بره ذکر خیر اون رو بکنه تا بار دیگه اون شخص بتونه سرش رو در جامعه به راحتی بلند کنه و از امنیت اجتماعی خودش برخوردار بشه. جناب دکتر، حالا من آخرین سوال از شما میپرسم و حالا با شما خداحافظی میکنیم که ان شاءالله بقیه موضوع رو با جناب مولانا در داخل استودیو داشته باشیم. شخصی که بهش تهمت زده شده، واقعا تحمل خیلی از تهمت‌ها سنگینه برای انسان و انسان به راحتی نمیتونه تحمل بکنه اون تهمت رو. حالا این شخص چیکار بکنه؟ این چه موضع‌گیری داشته باشه در برابر کسانی که بهش تهمت زدن؟ چه واکنشی نشون بده؟ چطور از خودش دفاع بکنه؟ بر حسب اون تهمتی که بهش زده شده بیاد از خودش دفاع کنه و بیاد حقیقت خودش رو به اصطلاح رو کنه و زیاد هم دلخور نشه و زیاد خودش که خدای نکرده این تهمت، حتی اگر تهمت بسیار تهمت حادی باشه، تهمت ناموسی باشه، هر چی باشه به طرف زده شده، نه یاد زندگیش رو داغون نکنه که به من همچنین حرفی زدن پس آبروی من رفت، من چطور در جامعه به اصطلاح سر بلند کنم. نه خیر، به اصطلاح آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. بیاد زندگیش رو، روند زندگیش رو به صورت بسیار عادی معمولی ادامه بده و مطمئن باشه که تا همیشه به اصطلاح آفتاب پشت ابر نمیمونه، روزی هست که به اصطلاح ابرها کنار میره و حقیقت برملا میشه و این یک نوع ابتلا و آزمایشی است که خداوند متعال برای اون به وجود آورده. صبر کنه، حقیقت و صداقت و راستی خودش رو به همه نمایان کنه. هر چه باشه شما از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیامبران که بهتر نیستید، چه تهمت‌های ناروایی، حتی تهمت‌های به اصطلاح ناموسی به حضرت به اصطلاح یوسف علیه السلام وارد شد، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه تهمت‌ها که نزدن، اما همه اینها به اصطلاح رفت و چهره زیبای انسان صادق برملا شد و چهره زشت تهمت زنندگان هم
واضح روشن شد و جای نگرانی نداره، فقط یک مقدار صبر و یک مقدار به اصطلاح حلم و بردباری نیاز داره. خیلی ممنونم جناب دکتر. صحبت پایانیتون کمتر از 1 دقیقه با بینندگان است. بنده هم از شما که منت گذاشتید و این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید کمال تشکر رو دارم و از جناب حضرت مولانا که شرفیاب فرمودن هم کمال سپاس و تشکر رو دارم و همه شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم و از همتون التماس دعا دارم. خدا یارتون. خدا یار و نگهدار شما. تشکر میکنم از طرف خودم و بنابراین از بینندگان عزیز از شما و حضورتون. جناب مولانا، جناب دکتر در مورد ضررهای به اصطلاح حالی در جامعه و اجتماع صحبت کرد. من دوست دارم درباره ضررهای دینی صحبت بفرمایید در عقوبت‌هایی که در دنیا و آخرت خدای نکرده نصیب انسان میشه اگر مبتلا بشه به این بیماری. به خاطر از اینکه وقت هم کمتر هست من هم سریعتر بگذرم. خود حکم تهمت و یا بهتان گفته شده که البهتان من کبائر الذنوب، از گناه های کبیره هست که واقعا گناهان کبیره اگر انسان متوجه نشه و توبه نکنه و از طرف اگر حق الناس بود معذرت خواهی نکنه سرانجام انسان رو به جهنم میکشانه. و همچنین حتی گفته شده که تهمت اشد من الغیبه، از غیبت هم سختتر و شدیدتر و عقوبت سختتر آمده. اون غیبتی که خودش به اندازه خوردن گوشت برادر آمده. و همچنین آیه مبارکه چون از عقوبت گفتیم، عقوبت خود تهمت هم عقوبت دنیوی داره هم عقوبت اخروی. الله سبحانه وتعالى در سوره نور میفرماید والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون. که در این آیه مبارکه او کسانی که تهمت زدن یا تهمت روا دارن بله نسبت به او زنانی که اونها با عزت و با عفت و پاک دامن هستند، بعد از این نسبت به این تهمت خود اگر اینها نمیتوانند بیارن 4 شاهد لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلده، اینها محکمه اسلامی و قرآنی حاضر میکنه و بالاخره 80 تازیانه اینها به خاطری که اینها آبرو و شرف یک مسلمان زیر سوال قرار دادن. در شهادت اینم قبول نمیشه. در این آیه مبارکه 3 حکم نهفته. حکم اول اینه که اینها باید 80 تازیانه بخورن. و حکم دوم اینه که شهادت اینها پذیرفته نمیشه. یعنی چی؟ یعنی دیگه حرف اینها قابل شنیدن نیه. اعتماد دیگه به این آدما که تهمت میزنن قرآن میگه که حرفش اعتبار نداره. اعتبار نداره. کسی که تهمت اخلاقی میزنه به یک خواهر مسلمان یا برادر مسلمان، حرف اینها قابل شنیدن دیگه نیست. و نکته آخر و حکم آخری که قرآن بیان میکنه خیلی تکان دهنده، میگه و اولئک هم الفاسقون، چون فاسقن، اینها فاسقن. اسم از این رفت به لیست فساق اینها. ولی پروردگار عالم واقعا مهربانه که آخر آیه میگه که الا الذین تابوا، مگر کسانی که توبه کنن و توبه هم شرایطی همینه که از طرف معذرت خواهی بکنن و طوری که جناب دکتر اشاره کردن. و همچنین عقوبت اخروی، یک عقوبت دنیوی بود. عقوبت اخروی روایتی از ابو درداء رضی الله عنه داریم که میفرمایند که شخص تهمت زننده الله سبحانه و تعالی در جهنم در یک غرفه در یک خانه حبس میکنه. میگه در اینجا بمان تا زمانی که تهمتی که زدی او به اثبات برسانی. یعنی چیزی که در دروغ او نسبت به یک مسلمان افترا کرده و تهمت زده در حقیقت او هیچ دلیل و سندی نداره. حتی در این قضیه از عقوبت اخروی که آمده در آیه مبارکه مسئله لعینو بود و مسئله اینها، و در حدیث آمده که 5 لیست لهن کفاره، 5 چیزه که در از اونها کفاره که در عالم ظاهر که اگر مرتکب چنین عمل شدن که اونها روزه بگیرن یا بالاخره از جو و گندم و خرما و که در بعض احکامات دیگه که آمده. از اون جمله آمده که الشرک بالله، یعنی کسی که مشرک به خدای تبارک و تعالی تا زمانی که او آلوده به شرک باشه هیچ کفاری از او قبول نمیشه. کفاری از او اینه که پس موحد بشه و یکتاپرست بشه. و همچنین و قتل النفس بغیر حق، آدم کشتن.
در این قسمت. و سوم بعد از شرک و بعد از قتل که به غیر حق آمده، و بهت مؤمنین، تهمت زدن به مؤمن. یعنی تهمت زدن نمیشه که یک شخص به یک شخص تهمت زده و بعدا پیش خود بگه که باش من یک چیز صدقه میدم، روزه میگیرم و بالاخره حتی نیمه شب ور میخزم گریه میکنم به پیش. نه، چنین نمیشه مگر چون مسئله حق الناس هست برن به اندازه‌ای که برای از او خسران واقع شده به هر حال مادی یا معنوی او جبران بشه. و همچنین ارتباط به عقوبت که آمده، عقوبت دنیوی و اخروی که ما به طور خلاصه و فشرده آثار سو و آثار بدی که در جاه میگذاره اشاره میکنم. غضب پروردگار عالم شامل حال تهمت زننده میشه و از رحمت پروردگار عالم دور میشه. وضعیت اجتماعی مختل میشه که یعنی کینه و بغض و عداوت و دشمنی به وجود میاد. وقتی به وجود آمد مسئله اقتصاد به هم میخوره، اقتصاد به هم خورد مسئله ناامنی به وجود میاد. وضعیت کسی که تهمت میزنه همیشه دلتنگ و گرفته و بالاخره حالت پریشان هست. و همچنین تهمت زننده به چشم مردم خوار و ذلیل میشه. تهمت زننده هیچ وقت راه فوز و فلاح و رستگاری و خوشبختی در نمیابه. تهمت زننده اسمش به لیست منافقین میره چون منافقا بودن که تهمت زدن به زوجه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. تهمت زننده شهادتش قبول نمیشه طوری که در آیه اشاره شد و همچنین در جهنم که مهمان حبس میشه. و آخرین حرف که به ارتباط عقوبت هست، هر انسانی که به انسان دیگری تهمت میزنه و افترا میبنده و بالاخره روزی او تهمت و افترا و بهتان دروازه خانه خودش را در خواهد زد. خدا نجات بده از همه این موارد. ما دوست داشتیم که موضوع رو با شما ادامه دادیم اما به لحظات پایانی برنامه رسیدیم و صحبت پایانی رو شما رو دوست دارم با بینندگان عزیز باشید. تشکری میکنم از شما که در این برنامه سفره دل شما از ما پذیرایی کردید و همچنین از بینندگان عزیز و گرامی از جناب حضرت مولانا دکتر عمرا حفظه الله که واقعا همه عزیزان همه ما استفاده کردیم. حرف آخر بنده اینه که تو عزیزی که اگر مورد تهمت و اتهام و بهتان واقع شدی و بر تو تهمت زده شده، بزرگترین تسکین اینه که برای انبیاء علیهم السلام تهمت زده شد و برای زوجه پیامبر و برای صحابه پیامبر، برای صحابیات تهمت زده شد و یقین بدان که روزی فوز و فلاح و رستگاری به سراغ تو خواهد آمد و اجر و پاداشی که در مقابل او صبری که تو نمودی خداوند برای تو پاداش میده. و همچنین او کسانی که به این گناه عظیم و بزرگ گرفتار شدن و تهمت زدن دروازه توبه باز هست. الله سبحانه و تعالی در ادامه آیه که میفرماید و اولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا گفته مگر کسانی که توبه کنن. توبه در این راستا اینه که هم از خداوند معذرت بخواهید و هم از او بنده‌ای که مورد تعدی و تجاوز قرار دادید. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بده که این همه بحث برمیگرده به مسئله زبان، متوجه زبان خود باشیم طوری که پیامبر اسلام فرمودن اگر می توانید سخن نیکو بگویید، اگر نمی توانید اولی یصمت سکوت باشید. خدای تبارک و تعالی دست و پا و چشم و گوش و هوش و فکر ما به طرف سوق بدهد که رضایت الله سبحانه و تعالی باشد. تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم و رحیم می‌سپارم. خیلی ممنونم جناب مولانا، استفاده کردیم از فرمایشات شما و افتخار دادید که در این برنامه خودتون مشارکت کردید و امیدواریم که ان شاءالله در برنامه‌های آتی هم شاهد حضور حضرت شما باشیم در این برنامه‌ها. بینندگان عزیز و ارجمند، حواسمون باشه که درباره الله تعالی، درباره دین، پیامبران و آن چیزی که مربوط به اعتقادات میشه، جز اون چیزی که مطمئن نیستیم در کتاب و سنت صحیح وارد شده، چیز دیگری رو نه قبول بکنیم و نه نقل بکنیم و نه بگیم و درباره انسان‌های دور و بر خودمون هم جز به نیکی صحبت نکنیم. پروردگار پدران و مادران، خواهران و برادران، همسران و فرزندان، دوستان و آشنایان، اساتید و شاگردان و همه موحدینی رو که قبل از ما از دنیا رفتن مورد رحمت خودت قرار بده. آمین. و سلام الله علیکم.